گوشه ذهنت یک سری فعلای انگلیسی هستن که شاید میترسی از استفاده کردنشون چون اینا خیلی به هم شبیهن. توی این ویدیو قراره 5 جفت فعلایی که به هم شبیهن و معنیاشون نزدیکه رو کار بکنیم، تفاوتشون رو متوجه بشیم و یاد بگیریم به درستی استفاده کنیم. برو بریم. جفت فعل اول این دوتان، argue، discuss. فرقشون چیه؟ جفتشون میشه بحث کردن، اما argue بحث از روی عصبانیته. پس she argued with me all the time یا stop arguing with me. ولی discuss بحث کردن راجع به یک موضوع، یعنی راجع به یک موضوعی با هم دیگه صحبت میکنی. پس we discussed politics in the class یا they discussed the future of the company in that meeting. پس discuss واسه صحبت کردن راجع به یک موضوعی بدون عصبانیت. جفت فعل دومو احتمالاً اشتباه استفاده کنی. lend borrow. lend قرض دادن. she lent me her car. ماشینشو بهم قرض داد. borrow قرض گرفتنه. I need to borrow some money. قرض دادن، قرض گرفتن. جفت فعل بعدی یک کمی گیج کننده است. remember یعنی یه چیزی یادت میاد. مثلا I remember I had a tricycle when I was a kid. یادمه که بچه بودم یه سه‌چرخه داشتم. پس وقتی یه چیزی یادته از remember استفاده میکنی. remind یعنی یاد کسی انداختن یا چیزی رو یاد کسی انداختن. مثلا I'm very forgetful. Could you remind me to lock the door? من فراموشکارم. میشه یادم بندازی که در رو قفل کنم؟ خب حالا که حرف از یاد آوردن شد، میخوام یادتون بیارم که کانال سابسکرایب بکنی، ویدیو رو هم لایک بکنی، زنگوله رو هم روشن کن. اگر میخوای زبان انگلیسی رو درست و اصولی یاد بگیری، اینجا جاییه که میتونی این کار رو انجام بدی. تمامی شبکه‌های مجازی من هم آیدیش همین امیر حنایی آنلاین انگلیش هست، میتونی با من ارتباط داشته باشی. جفت فعل بعدی که یه ذره حساس استفادهشون این دوتان، win و beat. ما توی زبان فارسی میگیم که فلان تیم رو برد، اما تو انگلیسی فلان تیم نمیتونه یه تیم دیگر رو ببره، میتونه یه تیم دیگر رو بزنه. پس they won the game، بازی رو بردن، یا she won a medal، مدال برد. The motorcyclist beat me. یا they beat their opponents، حریفشون رو شکست دادن. یا مثلا the Los Angeles Lakers beat the Golden State Warriors. Los Angeles Lakers Golden State رو شکست داد. پس win a game beat a team، win a medal beat an opponent. خب یه لول ببریمش بالا. avoid prevent. avoid یعنی از یه چیزی دوری کنی، یعنی جا خالی میدی، نمیذاری اون اتفاق بیفته. مثلا avoid getting into debt، سعی کن که دوری کنی از بدهکار شدن. avoid getting into debt. یا no one likes him everybody avoids him، کسی دوستش نداره اونو، همه ازش فاصله میگیرن. prevent یعنی جلوی چیزی رو بگیری و نذاری اتفاق بیفته. مثلا اون نذاش اون ماشینه رو بخرم. She prevented me from buying that car. یا مثلا drinking orange juice can prevent the common cold. آب پرتقال خوردن میتونه جلوی اون سرماخوردگی رایج رو بگیره. پس جلوی چیزی رو گرفتن prevent و این که ازش دوری کنی نذاری اتفاق بیفته avoid. راستی تا آخر ویدیو هم باش، اونجا برات یه تست گذاشتم ببینم درست متوجه شدی یا نه. حتما جوابشو بده، من چک میکنم. جفت فعل آخر mind و matter. mind اینجوری استفاده میشه، مثلا I don't mind washing the dishes، یعنی من مشکلی ندارم ظرف بشورم. یا مثلا she doesn't mind doing homework، اشکالی نداره، باش راحته، مشکل نداره تکلیف زیادی بنویسه. گفتم الات یا نه نمیدونم. She doesn't mind doing homework.
با تکلیف نوشتن مشکلی نداره. ولی matter یعنی مهم بودن. مثلا what do you want for your birthday? I don't know. Doesn't matter. برام مهم نیست. برای تولد چی میخوایم؟ Doesn't matter. برام مهم نیست. یا مثلا this really matters to me. این خیلی واسم مهمه. And it really matters to me that you learn English the right way. So don't forget to subscribe. خب اینم تستا. جواباتو توی کامنت ها برام بنویس، من حتما چک میکنم. راستی من هم مدرس خصوصی زبان انگلیسی هستم و با من میتونی کلاس های خصوصی زبان انگلیسی به صورت جنرال انگلیش و یا برای آزمون آیلتس داشته باشی و همچنین میتونی از سرویس کوچینگ استفاده کنی. سرویس کوچینگ چیه؟ اگر که وقت نداری به صورت منظم سر کلاس بری اما دلت میخواد زبان یاد بگیری، کوچینگ مناسب توه. جزئیاتش رو توی پست اینستاگرامی که اینجا لینکشو برات گذاشتم میتونی ببینی.